این مکتب علیرغم اینکه با مشکلی دریافت اجازه‌نامه فعالیت روبرو است، امسال در خود را برای نزدیک 500 دانش آموز افغانستانی مقیم تاجیکستان باز کرد. این در حالی است که همسالان از صنف 6 بالای این دختران را طالبان در افغانستان نمیگذارند و مکتب روند. 2 هفته قبل یکی از هموطنان عزیز ما نزد ما آمد، گفت میخوایم که فرزندان خود را شامل مکتب بسازیم. گفتم چی وقت از افغانستان آمدی؟ گفت 2 هفته میشه. گفتم چرا آمدی؟ بعد از گذشت 3 سال. گفت طالب ها میخواستن که دختر مرا به زور سرش ازدواج بکنن و به نکاح خود در بیارن. یک ماه پس مهلت اجازه‌نامه کار مکتب سامانیان تمام می شود. با دلیل بر اساس نظام پیشتره معارف افغانستان فعالیت کردن این مکتب، مشکلی حقوقی تمدید اجازه‌نامه آن در مقامات تاجیکستان پیش آمده است. ما به خاطر حل این مشکل یک ملاقات همراه معاون وزیر معارف داشتیم که سفیر صاحب و هیئت رهبری مکتب رفته بودیم و اونا وعده همکاری دادن که در این قسمت، نه تنها در قسمت همین جوازی که شما گفتین، در بخش‌های دیگه هم همراه ما همکاری خواهد کرد و وعده بسیار خوبی داد. مکتب سامانیان در 2 سال اخیر با مشکلات زیادی روبروست. سال گذشته با دلیل پرداختن نتوانستن اجاره پولی از بینای سابقش رانده شد. برای تمام افغان‌ها یک در امید علم است. اینا باید چی کنن؟ از اینجا علم و معرفت خود را بیاموزند. صرف نظر از مشکلات مکتب، یما در برابر والدان دیگر 2 دختر خود را با امید دریافت دانش به این مکتب آورده است. و ما از فرزندای خود توقع داریم امو جامعه که ضرورت به دکتر مرد داره، ضرورت به دکتر زن هم داره. بنابراین ما میخوایم که در آینده فرزندان ما تضمین باشه و تحصیل و تعلیم خودش تضمین کننده آینده فرزندان می باشند. این مکتب سال 2001 با قرارداد میان وزارت‌های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمانی به قدرت رسیدن طالبان، پول اجاره مکتب را وزارت معارف پیشین افغانستان میداد. سالهای 2021-2022 پول اجاره مکتب را سفارت امریکا در دوشنبه پرداخت. حالا از هر مکتب خوان ماهانه 150 افغانی معادل $13 حق تحصیل میگیرند. جدا از این مکتب، تاجیکستان به فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی اجازه داده است که در مکتب‌های دولتی همگانی رایگان آموزش ببینند.